گاتوزو بابان یه پاس در آقا میندازه، آفساید نیست. اوه چه تک به تکی است ماسارو و گل اول هم 40 ثانیه گذشت و دانیل ماسارو حساب کارو 1-0 میکنه برای تیم میلان. بازیش باید گل زیاد داشته باشه قاعدتا اگر خوب برگزار کنند و خوب اصول اینجور بازی رو بدونه. به هر حال بازی معمولا بازی پرگلی میشه، کاری هم نمیتونه بکنه. بروزخانه سلطانی بازم حرکت بازیکن میلان، دانیل ماسارو، ایوانی حرکت بازیکن میلان. این لحظه است که تکل مسابقه به ثمر رسید. بوبان پشت توپ قرار گرفته، چهرهش همونجور مونده. زبان امیر بوبان دیوار دفاعی 5 نفره شک گرفته. بوبان ضربه رو میزنه و توپ شاید چارچوب نیست، از کنار دروازه بیرون. خوبم رفت سمت توپ بهروز سلطانی. دوباره در سمت راست اودو با سانتیگوی دروازه پشت محوطه جریمه موقعیت بازیکن میلان. یک ضربه با پای چپ و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. پشت محوطه جریمه کنی واقعا شوت زد، تو سر توپ میزنه، بین 2-3 نفر گرفتار شدن. با زورکی همینجوری توپو ببره جلو. محسن آشوری حالا ناصر محمدخانی با پشت با میکاره، امامی فر و توپی که توی دروازه قرار میگیره. توپ بره تو چارچوب گل میشه برای تیم پرسپولیس. علیرضا امامی فر حساب کار 1-1 مساوی میکنه. خوشحالی هواداران پرسپولیس که این موقع اینجا همینجور زوری برد توپ جلو. آشوری، ناصر محمدخانی بازم هنر خودش رو حفظ کرده. ناصر محمدخانی و توپی که اینجوری در گوشه دروازه قرار گرفت. حرکت علیرضا امامی فر خوب داره کار میکنه. مهدی مهدوی کیا پشت محوطه و توپی که از کنار دروازه بیرون میره. بوبان توپو در اختیار داره. زبان امیر بوبان میبره به کنار زمین برای پالو مالدینی. سانتر روی دروازه، یه ضربه سر و توپی که بیرون میره. افشین پیروانی میندازه با لباس شخصی دیده شده در ورزشگاه. دوباره پنجره توپو میزنه، یه موقعیت و گل دوم برای تیم میلان زده میشه. در میان قفلت مدافع کاری هم نمیتونست بکنه. بعیده قلیچ با بوبان و زمین بازی رو ترک کنه. ابراهیم با این لحظه که ضربه سر رو زد یه قدمی دروازه و کاری هم نمیتونست بکنه. وحید قلیچ رو آغاز میکنه. خود کرمانی وارد محوطه جریمه میشه. اودو در مقابلش از ضربه رو هم میزنه که توپش به بیرون میره. بدون خط توپو میگیرن. حرکت بازیکن میلان، یه بازیکن روی زمین افتاده. 3 در مقابل 3 هستن. چقدر زیادن میلانیا. ابراهیم با کماکان پا عوض میکنه، حالا تو میبره به جای دیگه. یه ضربه چپ خیلی ناز و زد توی دروازه. گل سوم برای تیم میلان توسط استفانو ارانیو. با هم نگاه کنید. آفساید هم نبود. خیلی پر کرده بود امامی فر. خوب زد. هر چقدر کش اومده بدنش نتونست تو بگیره. پاس بلند روی دروازه، یه موقعیت پایان رفت. این شوت از راه دور به یوسفی بود که ضربه‌اش زد. برالیا توپو گرفت. آسادو پر کرده بود. مرتضی میناوند با دیدن نمایشی کار میکنه ولی نکیسا که ارانیو رو میگیره. خب هم گرفته ضربه دیگه. یه ضربه راحت میتونه مهدی مهدوی که بزنه، میزنه توپو و خوب میگیره. برالیا مشتاق محرمی یه پاس خوب رو میندازه. یک بازیکن پرسپولیس در مقابل دروازه، سانتر روی دروازه و توپ بیرون میزنه. پایان رفت به مهدی تارتار هست. آفساید گرفته نشده. تو میتونه گل نکنه. بله خوبم تونست گلش نکنه. علی انسجان چجوری گلش نکرد؟ یک بازیکن پرسپولیس سانتر روی دروازه، توپ بیرون و توپی که میزنه و برالیا در اختیار میگیره. روسی مونده بود، نتیجه تغییر میکنه.